با ارسال یک نامه به پیام، یک گروه با نام افشا از خود درک داده گفتند تصمیم دارند که من بعد از جانب عائله پرزیدنت از خودکنی های زمین مالکیت جمعیتی کشور را تحقیق نموده رسانه‌ای خواهند کرد. این گروه علاقه روی خط با نامگویی نزدیک به 50 انشاءات و بازار، بناهای با دبدبه و پرحشمت، کارخانه و کارگاه های خرد و کلان را ترتیب داده دعوا دارند که این همه را عائله رئیس جمهور و دمروانش در قرغان تپه باختری حاضر غصب کرده اند. همچنین از جانب این گروه یک خریطه مخصوص ترتیب داده شده است که در آن دیده می شود موضع‌هایی از طرف عائله غصب شده با رنگ زرد اشاره شده اند. گروه افشا تاکید بر این می کند که پس از آن که حکومت امام علی رحمان مستحکم شد، همه قسمت‌های تاجیکستان را میان خویشانش چون ملک بابایش تقسیم کرد. غارت قرغان تپه هم از جانب خویشانش و دمروانش آغاز گردید. دادر عروسان امام علی از چپایف، خدایش حاجی شریف از لمنوسف و دنغرگی های دمروش در یک دوره به این منطقه هجوم کردند. برای تقسیم نفوذ سال 2013 حتی میان طرفداران حاجی امیرالله و نصرت غرغرگی با لقب بیترسوک در منطقه شحلا جنگ و تیرپرانی هم به عمل آمد که در نتیجه یک زنی میان سال تصادفاً از دستش تیر خورده در بیمارخانه شهر بستری شده بود. گروه افشا معلومات داده است که وزیر سابق نقلیات عبدالجلال سلیموف دسئوی رقم 2 را در درآمدگاه شهر قرغان تپه باختری حاضر حالا شرکت سخی سال 2003 به مبلغ 110,000 سامانی معادل 34,000 دلار آمریکایی نرخ یک کوارتیره 3 حجرگی خصوصی گرداند. بغیر از بنای کلان معموری، این کارخانه راهسازی در همان زمان صاحب دهها تکنیکی قیمت بها، 2 زواد و 3-4 گکتار زمین بود. این وزیر حکومت امام علی رحمان پولهای جمع آورده اش را در شویتزاریا نگاه می داشته است. پسرش علی جان سلیموف دیرکتور بانک ملی تاجیکستان در ولایت ختلان این پولها را اداره می کند. گروه افشا تحقیق کرده است که حاجی شریف خدای رئیس جمهور زمین‌های ناحیه باختر را در اطراف آن به اهالی شهر توسط خالصتنگ، کارمند سرریاست وزارت امور داخله در ولایت ختلان به ملال فروخته در یک مدت کوتاه بازار کلان خصوصیش را ساخته گرفته است. در ساختمان بازارش همه کارخانه‌های دولتی را به رحمانه استفاده برده است. مبلغی در ساختمان این بازار صرف گردیده از بودجه چندین ساله شهر باختر بیشتر بوده است. حاجی امیرالله اسدالله دادر عروس امام علی رحمان رئیس سابق شهر باختر نیز بغیر از 2 بنای 13 آشیانه استقامتی، اداره اپتک بازی شهر، بیمارخانه خصوصی دوا و حتی دیوانخانه شهری را در کوچه عینی هم خصوصی کرده بنای معموری کژکپ را نیز به حدود این ابیکتش درآورده گرفته است. طبق معلومات کارخانه پخته باختر را تخمین رحمان دختر رئیس جمهور از خود کرده بوده است. کمبینت گوشت مال زایر داماد رئیس جمهور و کارخانه روغن براری هم از آن عائله بوده است. مهمانخانه های اساسی نیز از آنهاست. مفتونه مال عبدالجلال سلیموف، مهمانخانه رمز مال زایر، مهمانخانه استقلال از آن شمس الله صاحبوف و مهمانخانه قرغان تپه از آن نصرت بیترسوک. ناشری این سطرها میگوید مردم محلی از همه ذخیره های شهر خود به نصیب مانده ناعلاج به خارج رو می آرند. این اصلاح شهر است، اصلاح مردم خود در وطنشان، اصلاح از جانب بنام حکومت کنستیتوسیونی که خود را با زوری به سر مردم تاجیک بار کرده است. امروز وقتی مردم این عائله را برای ضبطکاریشان تنقید میکنند، اساساً گپ‌های عمومی میگویند. تلویزیون‌های دولتی باشند، با تمام هستیشان این عائله و سیاست خردمندانه سرور این عائله امام علی رحمان را پشتیبانی میکنند. مردم بیچاره باشد به این تلویزیون‌ها باور میکنند. باور داریم که این وضعیت در همه منطقه‌های دیگر تاجیکستان نیز به همین مانند است. در آخر گروه افشا از شهروندان کشور خواهش کرده است تا همین گونه روی خط و خریطه تبدیل داده معلوم کنند
که در گرد و اطرافشان چه کارخانه و انشاءات و یا جای سیر درآمده مانده که از طرف عائله رئیس جمهور غصب نشده امین مانده باشد.